اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدم شما فرهیختگان، دانشجویان، دانشمندان و اساتید بزرگوار را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به همه شما بزرگوارانی که در صراط علم صائب و عمل صالح توفیق روزافزون عطا بفرماید. انسان هم به علم نیازمند است، هم به وارستگی خلقی. علم برای آن است که انسان راه خود را ببیند. اخلاق و وارستگی برای آن است که راه دیگران را نبندد. اگر علم باشد و اخلاق نباشد، انسان هم راه دیگران را میبندد، هم بیراه میرود. پیشرفت علم این خصوصیت را دارد که در انسان یک رفاه و امنیت و آزادی نسبی فراهم میکند. اما وقتی اخلاق نباشد، انسان از همه رهاوردهای علمی بهره سو میبرد. جنگ جهانی اول و دوم نتیجه علم بی اخلاق بود. بیش از 70 میلیون انسان‌ها کشته علم بی عملند. دین برای این آمده است که هم انسان را به اسرار عالم و آدم آگاه کند اولا و روح وارستگی به او عطا کند ثانیا. این که در قرآن کریم گاهی تعلیم قبل از تزکیه ذکر می شود و گاهی تزکیه قبل از تعلیم، برای دو منظر است. از یک منظر تعلیم و علم مقدمه تزکیه است، لذا قبل از آن ذکر می شود، و از منظر دیگر تزکیه مقدمه بر علم است، از اون جهت قبل از علم ذکر می شود. گاهی سخن از یعلمهم و یزکیهم است، گاهی سخن از یزکیهم و یعلمهم. بنابراین پیشرفت علم اگر علم صائب باشد ما را به نزاهت وادار می کند. مشکل اساسی آن است که علم را ما علم الهی و دینی نمی دانیم. علم را رهاورد بشر تلقی می کنیم، در حالی که علم نمی تواند دینی باشد، زیرا بر اساس فلسفه الهی جهان فعل خداست، مخلوق خداست، معلول خداست. این مخلوق از نظر ارتباط با خالق می شود الهی. مخلوق شناسی از نظر ارتباط معلوم با علم می شود معرفت دینی. ما که زمین را می شناسیم، زمان را می شناسیم، از نظام سپهری با خبریم، از گذشته و حال مستحضریم. این دو چهره دارد. یک چهرهش آن است که جهان فعل خداست و مخلوق خداست، از اون سبق الهی است، و از جهت دیگر که ما به اون عارف و آگاهیم، معرفت ما می شود معرفت دینی. معرفت فعل خدا نمی تواند دینی نباشد. اگر اون چه در غرب و شرق می گذرد سبقه دینی بودن خود را پیدا کند، همین علم ما را به فراگیری اخلاق وامی دارد و اصولا علم آن است که خشیت و هراس از خدا را به همراه داشته باشد. وقتی قرآن کریم علم را معنا می کند، چند خصیصه برای دانش ذکر می کند. یکی این که دانش نردبان است. اگر این نردبان به دست مغنی باشد به درون چاه می رود. اگر این نردبان به دست مهندس باشد به سقف حرکت، به طرف سقف حرکت می کند. علم نردبان است. و اگر کسی واقعا از علم بهره صحیح برد می شود عاقل. این آیه که فرمود تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، یعنی عالم نردبان به دست است تا عاقل بشود.
و عقل آن است که انسان را هم در بخش نظر زانوی وهم و خیال را اغال کند، هم در بخش عمل زانوی سرکش شهوت و غضب را اغال کند. اون زانو بند شتر جموح و چموش را میگن اغال. و وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و ثنا فرمود عقل را عقل میگویند برای که زانوی شهوت و غضب را اغال میکند. این میشود اخلاق دینی در کنار اون مدرنیته و مانند آن. و اگر چنانچه فضیلت دیگر را از قرآن سراغ بگیریم، میبینیم خشیت و هراس از خدا را جزء برنامه‌های رسمی عالمان میشمارد که انما یخشی الله من عباده العلماء. علم آن است که از خدا هراسناک بکند. انسان هراسناک از خدا بیراه نمی رود و راه کسی را هم نمی بندد. البته ترس از خدا یه ترس عقلی است و نه ترس نفسی. این کلمه انما نشانه آن است که خشیت فقط در مدار علم حاصل می شود. اگر کسی عالم را نشناخت، آفریدگار عالم را نشناخت، هدف والای خلقت را نشناخت، خدا ترس نیست. وقتی خدا ترس نبود، راهی برای کنترل او نخواهد بود. این جریان جنگ جهانی اول و دوم مانند آن است. و قرآن سوزی امروز نشانه اون جاهلیت است. همیشه تفکر داعشی در شرق یا در غرب کم و بیش بوده است. مستحضرید اگر تعصب جاهلی را به علاوه قدرت کاذب بکنیم مساوی است با شمشیر. یعنی تعصب جاهلی به علاوه قدرت کاذب نتیجه جز شمشیر نخواهد داشت. اگر امروز بعضی از ترسایان خدا نترس قرآن را در کلیسا سوزاندن، در اثر اضلاع سگانه همین مثلث مشؤوم بود. ما اخلاق را برای مهار علم لازم داریم و علم اگر چنانچه در کنار اخلاق نباشد، یعنی تعلیم در پرتو تزکیه ظهور نکند، نتیجهش جنگ جهانی اول و دوم یا کشتار بیرحمانه غزه و امثال غزه است. لذا قرآن کریم همواره ما را فراخواند که عالم بشویم و پاک. بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی همین دو اصل محوری است که فرمود کونوا اوعیة العلم و مصابیح الهدی، یعنی ظرف دانش و چراغ هدایت باشید. جانتون را از قصه و بافندگی های این و آن پر نکنید. این دل ظرف خوبی است، اون را جای گل نکنید. اون دلدار و دلمایه را به دل راه بدهید. وعاء علم باشید، علم صائب. و همین وعاء علم صائب در کنارش مصباح هدایت هم هست. کونوا اوعیة العلم و مصابیح الهدی. دو اثر نورانی از بیانات ائمه علیهم السلام درباره این دو عنصر محوری هست. یکی محور علم، یکی مدار هدایت. در محور علم فرمودن خاصیت این مظروف آن است که نه تنها جای ظرف را تنگ نمی کند بلکه بر ظرفیت ظرف می افزاید. علم مانند مظروف دیگر نیست که اگر در ظرف دانش یعنی قلب جا گرفت جای قلب را تنگ کند. یک مظروفی است که بر ظرفیت ظرف می افزاید. الان شما یک ظرفی داشته باشید که 10 لیتر آب جا می گیرد. اگر 5 لیتر آب درش ریختید دیگه ظرفیت 10 لیتر ندارد، بخشی از ظرفیت او اشغال شده است. ولی اگر طلبه یا دانشجوی ظرفیت فراگیری 10 مطلب علمی را داشت و شما 5 مطلب به او آموختید، این 5 مطلب نه تنها اشغال نکرده است بلکه ظرفیت دل را بیشتر کرده است. ظرفیت
با آمدن مظروف اضافه می شود. بیان نورانی امیرالمؤمنین است کل وعاء یتزیر بما فیه الا وعاء العلم. هر ظرفی با آمدن مظروف اشغال می شود مگر ظرف دانش که با آمدن مظروف بر ظرفیتش افزوده می شود. کسی که استعداد فراگیری 10 مطلب داشت اکنون که 5 مطلب را آموخت از این به بعد استعداد فراگیری 20 مطلب و مانندان را خواهد داشت. خود علم ظرفیت و وسعت و شرح صدر را به همراه دارد. بیان دوم مصباح هدایت بودن است، چراغ هدایت بودن است. این چراغ هدایت برای آن است که دیگران که توفیق فراگیری علم صائب را نداشتند یا کمتر از علم صائب طرفی بستند، این علم بتواند راه گشا باشد، همه راهی یک راه باشد. قرآن کریم راه را مشخص کرد به نام صراط مستقیم. در صراط مستقیم نه اختلاف هست و نه تخلف. خاصیت صراط مستقیم آن است هم از گزند اختلاف مسئول است، هم از آسیب تخلف. بین اختلاف و تخلف فرقهای فراوان است. این صراط مستقیم از هر دو آسیب مسئول است. راهیان این راه هم انبیا هستند و صلاح هستند و صدیقین هستند و شهدا که در سوره نساء فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد در بستر صراط مستقیم حرکت می کند و همراهان او هم مع النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر انسان در بستر مستقیم باشد همراه فراهم می کند. یک، اون همراه هم صالح است و صادق است و محق است و در بین حق و باطل حق خواه است و در بین صدق و کذب صدقگرا هست و در بین خیر و شر خیرگرا هست و در بین حسن و قبیح حسنگراست. یه همچه انسانی رفیق آدم است که انسان را در راه یاری می کند. بنابراین مدرنیته، پیشرفت علم نه تنها مخالف اخلاق نیست بلکه موافق اخلاق است. این انسان است که از این فضیلت باید بهره ببرد، کنارش اون عمل صالح را تأمین بکند تا بشود علم صائب و عمل صالح. اونگاه نه در بین راه میماند و نه راه کسی را میبندد. بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه هم محقق می شود که فرمود کونوا اوعیة العلم و مصابیح الهدی. چه در داخل چه در خارج هر جا باشد منشأ خیر و رحمت و برکت است، چنان که مسیح سلام الله علیه فرمود و جعلنی مبارکا اینما کنت. اینکه اولیای الهی و شاگردان اونها وارثان انبیا هستند برای همین است. خدای سبحان عیسی مسیح علیه السلام را به عنوان موجود پربرکت معرفی کرد که در قرآن از زبان عیسی علیه السلام چنین آمده است و جعلنی مبارکا اینما کنت. شما دانشجویان چه در این زمان چه در زمانهای آینده، چه در اون زمینی که فعلا به سر میبرید چه در زمینهایی که بعد مراجعت میکنید، منشأ رحمت و خیر و برکت خواهید بود. فرمود و جعلنی مبارکا اینما کنت. چه در غرب باشید چه در شرق باشید، نه شرقی هستید و نه غربی، بلکه عبد صالح خدایید، هم عالمید انشاءالله و هم وارسته اید، هم از مدرنیته طرفی بسته اید، هم از اخلاق به نام اسلامی، احکام اسلامی، فقه اسلامی و حقوق اسلامی. امیدوارم که این چنین باشید و این چنین خواهید بود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.